بالاخره به نقطه رسیدیم که من باز هم بگم ساز مورد علاقه من تو آهنگ ها همینه، درام و پشتش صدای گیتار الکتریک که شروع میشه. من اونو میزنم از اینجا. درود بر نگاه های قشنگ شما عزیزان. درود، حالتون چطوره؟ امیدوارم کارتون عالی باشه. خیلی خوش برگشتید به چنل پریفان میوزیکی که اینجا از چنل خودتون. بنده سینا هستم. پریسا هستم. برگشتیم با موزیک. چی داریم دا؟ آتیشی. آهنگ گوری. حسن اینجوری که ما جان عزیز از حسنوف بشنویم با هم. یکی از موزیسین ها و خواننده های بسیار مورد علاقه چند وقت اخیر ما از موسیقی زیبای تاجیکستان با هم میشنویم و هورا که موزیک ویدیو داره. بله، گپ میزنیم و خلاصه شما هم نظرتون رو و پیشنهاداتتون رو توی کامنت ها برای ما مینویسید. لایک یادتون نره، چنل رو سابسکرایب کنید، ما رو به دوستاتون معرفی کنید. بی صبرانه بریم در موزیک ویدیو ببینیم چه خبره. بزن بریم. حسن جان، جیگر جان، دلی 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 دل. اسمشون یه چیز دیگه است. فرخ. Мой дальний маяк не потерять, к нему идти там, где любовь, там будешь ты. Моя мечта с тобою быть, и если раз, то навсегда. И я тебя нашел там, где никто не разглядел, пока весь мир вертелся где-то между тем. Так пролетела мимо нас немало лет. Я вижу свет, и за тобою по пятам. Ты разожгла во мне огонь. Как может быть, что ты моя? Если идти, то за тобой, как за мечту. Веди меня в пути наверх. Я был внизу, тебя там нет теперь. فرخ جان از اون آدماییه که از اون هنرمنداییه که میدونه انقدر صداش مخملی و رویایی و واقعا رویایی هنجرش و میاد یک جوری موزیک ویدیو رو هم انتخاب میکنه، اون حالت تصویربرداری و این مکان فیلتر رنگی روی زیبا تصویر. واقعا آدم محو میشه، نمیدونه صدا رو بگیره، اکتو بگیره، بین مکان المللی رو کارش. خیلی الان داره فکر میکنم روسی میخونه تا جایی که من متوجه میشم. حالا امیدوارم یه اشتباه نکرده باشه. چرا روسیه دیگه؟ روسی آخه اینجوری خیلی داره. روسی زبان روسی صداها آواهایی داره که اونا به گوش من نمیرسه. الان شبیه چیه؟ شبیه روسیه برای ما. حالا میخوام اینو بگم اصلا فرقی نمیکنه. اصلا آوا هم که با صداش تولید کنه یعنی شعر رو فقط بگه آها و تو داری یه هنری اینو هم آدم کیف میکنه. حسنوف جان میبینی دیگه. خیلی عجیب و غریبه این پسر. احساس میکنم وقتی میگم حسنوف این بچه‌ای هستن توی مدرسه هستن مثلا همدیگه رو با نام خانوادگی مثلا مرادی اینجوریه. آره. فرخ جان. Если идти, то за тобой, как за мечту. Веди меня в пути наверх. Я был внизу, тебя там нет теперь. Тебя не потерять, как только встретил тебя. Я посмотрел на все иначе. Скажи, что будет с нами дальше. بالاخره به نقطه رسیدیم که من باز هم بگم ساز مورد علاقه من تو آهنگ ها همینه، درام و پشتش صدای گیتار الکتریک که شروع میشه. من اونو میزنم. گیتار الکتریک وحشتناک عجیبه. اینجا مشخص میکنه بله راشن خودش به صورت اوتو جنریتش روسی بوده و ما میتونیم ترنسلیتش کنیم لااقل به انگلیسی، شاید به فارسی، نمیدونم. بابا حالشو ببر آهنگ رو. ببین پا رو کوبید شب شد. چپ شده پرسه داره. بذار یه لحظه بزن دوباره پرشین. حالا ببینیم چه جوری برامون ترجمه میکنه. شاید هم بد ولی خب یه کوچولو قشنگ معلومه رویای عاشقانه است. نپا جنگه دور از جون. فقط ببین پا رو که میکوبه.
بی نظیره. تار خوشگل گریم گرفت. ایده فیلم برداری و اون آوایی که وسطش داد. موسیقی غربی است، پاپه، ولی اون آوا کاملا آوای موسیقی شرق و مناطق ماها بود، مناطق آسیای مرکزی، خاورمیانه. اصلا یه لحظه بغضم گرفت، انقدر قشنگ این آوای سنتی اینجوری که یهو رفت انگار توی یه زیرزمین خیلی حالت روحانی. آره. برو و حالا اینجوری که شعر نوشت گفت اینجوری که من تو رو میبینم، اگه درست بگم، یا این گونه که ما میبینیم. از اینجا شماره یکه. قشنگ از یک سیاره دیگه است. پسر عجیبه، اصلا نمیذاره حرف برا گفتن باشه، یعنی هر چی که میتونه این حنجره رو تغییر صدا بده میتونه راحت توی یک موزیک بیارتش، هر هنری که داره رو به زیبایی میتونه کنار هم بچینه. اینه وقتی اولین یه آهنگش دیجی خیلی خفنه که میتونه همه چی رو با هم میکس کنه. این خودش به تنهایی با حنجره خودش این کارو میکنه، با هنر خودش این کارو میکنه. فهمیه که داره، شناختی که نسبت به صدای خودش داره و اولین آهنگی که ازش دیدیم و میخواستم یعنی پیداش کنم خب که چی جوری ما رو محو خودش کرد. بله این آهنگ بود اگه یاد باشه. آره دیدیمش دیوانه شدیم و گفتم رفت تو پلیلیست خیلی خفن ترینا. واقعا خیلی عجیبه، خیلی پسر عجیبیه، واقعا دوست داشتنیه. مثلا اینکه اجرایی هم داشته از همین آهنگ و آماده شده بوده برای اون مسابقات بین‌المللی که می‌خواسته به عنوان نماینده موسیقی تاجیکستان شرکت کنه. البته من اولین ریاکشنی که روی فرخ جان داشتیم، من رفتم این ویدیوها رو دیدم. آره و به محض این که میگه موزیک جدید داده فرخ حسنوف، میگم فقط سریع بریم ریاکشن کنیم که من دوست دارم چند بار دیگه این آهنگو گوش کنم. اثر شگفت انگیزه دیگه، خیلی فوق العاده است. امیدوارم که رتبه رو آورده باشه اونجوری که دوست داشته، حتی اگه اولم نشده اونجوری که حالا شاید هم شده باشه، چون قبلا هم شده، سابقه داشته. آره کار بسیار عالی بود و شما هم نظراتتون رو برامون بنویسید. دمتون گرم، قربون شکل ماهتون، ماچ به کله هاتون تا یه موزیک باحال دیگه. خدا نگهدار.